ولی من اونجایی از شما دل کندم که جواب خوبی‌ها و کارهای از ته دلمو با سیاست و بدذاتی دادید. برای آدما همونقدر باشید که براتون هستن. مثلا اگه نبودن شما هم نباشید. خیلی راحت. ما تو زندگی برای اینکه به اینجا برسیم صدقه زیاد داریم ولی باج نه. مشکل من این بود با اینکه خودم توی جهنم بودم اما دوست داشتم زندگی بقیه رو بهش کنم. میگم یکی مال یتیم میخوره، یکی غذاشو با سگ شریک میکنه. سخاوت وجود میخواد، نه ثروت، نه مال دنیا، نه پول. وجود.